بسم الله الرحمن الرحیم. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام عرض ادب دارم خدمت تک تک بینندگان چینل یوتیوب مرکز مشاوره و رواندرمانی المیراج. خوشحال هستم که یک بار دیگر با یک بسته معلوماتی دیگر در حوزه مهارت‌های مشاوره و رواندرمانی من دکتر شاپور سید خیلی در خدمت شما قرار دارم. با آرزومند هستم این جلسه درسی را تا پایان با من همراه بوده و از مزایای آن مستفید. در نخست روی مبحث عمومی که می‌خوایم امروز بحث بکنیم مشاوره هست. به اصطلاح اساسی و مسلکیش کانسلینگ را اگر بخوایم تعریف بکنیم میگیم یک پروسه توانمندسازی است. توانمندسازی چه کسی و چگونه؟ مشاوره یا هم پروسه کانسلینگ عبارت است یک فرایند نظمدار و یا هم یک پروسه مرحله به مرحله است در حصه درمان بیمار گام به گام استپ به استپ باید کار بکنه و در این پروسه 3 تا کار عمده توسط یک فرد مسلکی که پروسه را به پیش میبره که برش مشاور گفته میشه انجام میده. اول آموزش دادن برای مراجع شما، کلاینت یا هر آن کسی را که شما دارای مشکل نزد خود فرا میخوانن یا بر شما مراجعه میکنه. اولین کاری را که پروسه مشاوره میکنه آموزش دادن است. دومین کار دادخواهی یا هم حمایت کردن دوامدار است در جهت رسیدن به اهدافش یا هم تأمین نمودن خواسته های بیمار. سومین کاری را که پروسه مشاوره یا هم رواندرمانی میکنه تعقیب مراجع و یا هم ارزیابی دوامدار است. در کل اگر بخوایم یک تعریف جامع از پروسه مشاوره داشته باشیم، مشاوره یک فرایندی هست که گام به گام چندین مرحله را در جهت کسب صحت یابی برای مراجع تعیین میکنه و این پروسه نیازمند یک فرد مسلکی هست، نیازمند یک بیمار و یا هم کلاینتی که بر شما مراجعه میکنه دارای مشکل باشه هست، مقید بر زمان و مکان خاص است و یک سلسله اصول خاص. یعنی فرایند مشاوره یا هم پروسه مشاوره باید مقید به یک فرد مسلکیه که آموزش دادن را، حمایت کردن یا هم دادخواهی را و یا هم ارزیابی را در خود داشته باشه یا هم توانایی و مهارت‌های انجام همچون یک کار مسلکی را داشته باشه بر از او اطلاق میشه. و در مبحث مشاور کسی که پروسه مسلکی مشاوره را انجام داده میتونه برش گفته میشه یک تیم صحیه که عضویت تیم صحی یا هم کادر درمان را داشته باشه بر او فرد که تحصیلات خاص در حوزه رواندرمانی یا هم مشاوره داشته باشه. مشاور به این فرد مسلکی گفته میشه که مهارت‌های خاص طبی رواندرمانی را در خود داشته باشه و پروسه مشاوره کانسلینگ را انجام بده. میایم روی انواع مشاوره صحبت میکنیم که خود پروسه کانسلینگ یا انجام دادن کانسلینگ به چند بخش تقسیم میشه، مزایای آن چیست، در کدام ساحه ها کاربرد داره و در ضمن کاربرد آن اصول اساسی یا قواعد مقرراتی که در این انواع مشاوره ها به کار میره کدام ها هستند. اولین نوع جلسه ای را که در پروسه مشاوره شما انجام میتین یا مشوره دهی را که انجام میتین مشاوره انفرادی یا هم تک نفره هست. قسمی که در شما هویدا هست از اسم این مشاوره پیدا هست. مشاوره انفرادی بر یک فردی که دارای مشکل داشته باشه در حضور داشت یک کارمند مسلکی که مشاور باشه، رواندرمانگر باشه به کار گرفته میشه نظر به قواعد خاص که او قواعد خاص یا هم کاربردهای مؤثر عبارتند است. پروسه مشاوره انفرادی به شکل خصوصی در اوج رازنگهداری بیشتر و همچنان چهره بر چهره با مراجع انجام میشه و کاربردهایش دریافت مشکلات شخصی بیمار است. در پروسه مشاوره انفرادی شما مشکلات شخصی بیمار را ارزیابی و دریافت و ریکارد میکنین. همچنان کمک در دریافت مشکلات در ساحه افسردگی بیمار است، دریافت اضطراب که عوامل و اعراض ایجاد عارضه اضطراب چی بوده، همچنان کمک نمودن در تصمیم گیری های شخصی در ابعاد مختلف زندگی فرد از جمله مزایا یا مفیدات کاربردی پروسه مشاوره انفرادی است و این بر یک زمان خاص دسته‌بندی میشه. یک جلسه انفرادی که با مراجع خود میگیرین در حصه درمانش باید مقید به زمان 45 الی 60 دقیقه باشه، نه کمتر از 45 دقیقه نه بیشتر از 60 دقیقه باید باشه. یک جلسه انفرادی مقید به زمان خاص است، به مکان خاص است که مکان را
نیازمند سلسله تجهیزاتی است که در سلایدهای بعدی می‌خوانیم. اما یک جلسه انفرادی از حیث استانداردهای بین المللی من حیث یک کارمند مسلکی که شما دایر می‌کنین باید در حدود 45 الی 60 دقیقه باشد و تعداد جلساتی که برای یک فرد شما میگیرین در حصه درمانش کمتر از 6 جلسه و بیشتر از 20 جلسه نباشد. اگر اوسط از یار انتخاب میکنین نظر به مشکل مریض است که شما هدفتان در کجا هست و نیازمندی های مریض در کدام سطح است، سطح ابتدایی، سطح متوسط و یا هم سطح شدید، در کدام حصه و چه مقدار شما باید مداخله داشته باشین. او تصمیم گیری دست یک روان درمانگر یا مشاور خوب است که چگونه درمان مؤثر را تحت یک پروسیجر یا اصول خاص مشاوره انجام بده. یعنی در عموم اگر صحبت بکنیم یک جلسه مشاوره انفرادی کمتر از 6 جلسه نباشه و بیشتر از 20 جلسه مد نظر گرفته نشه و هر جلسه بین 45 الی 60 دقیقه در بر بگیره. نوع دیگر از جلسات مشاوره گروهی است. مشاوره گروهی با او نوع مشاوره گفته میشه که مشاور یا هم کانسلر یا فرد مسلکی تسهیل کننده می باشد، یعنی نقش حمایت کننده یا مدیریت کننده جلسه را بر خود میگیره و تفاوتش با گروپ درمانی در ای است که در جلسه گروپی شما بیشتر نقش مدیریت کننده یا شنونده را دارین و بحث را مطرح میکنین. بیشترین گفته ها یا شنود ها را از بیماران خود که دارای یک مشکل خاص هستند از قبیل یک گروپ مصرف کننده های مواد مخدر میتونن شامل یک گروپ خاص شوند که این گروپ متشکل از 6 الی 12 نفر، در صورتی که اعراض علائم یکسان در بیمارای بیشتر دیده میشه میتونیم تا 15 نفر هم شامل از این گروپ بسازیم. گروپ افرادی که اختلال در خواب دارن میتونن شامل یک گروپ خاص شوند. انواع اختلالات روانی را که شما مد نظر بگیرین، اگر عده‌ای از افراد بین 6 12 الی 15 نفر دچار یک مشکل همسان باشند میتونن در یک گروپ هماهنگ شوند، نظریات و تجارب همدیگر خود را در گروپ درمانی به اشتراک بگذارند یا هم مشاوره گروپی یا گروهی و در مبحث صحتیابیشان با هم بحث و گفتگو داشته باشند. تفاوتشان با گروپ درمانی چیست؟ در مشاوره گروپی روان درمانگر، مشاور یا هم یک فرد مسلکی یا کانسلر در گروپ حضور دارد، مدیریت گروه را بر دست دارد اما بیشتر صحبت نمی کند. شنونده هست، نکات مهم را یادداشت میکنه و در اخیر نکات برجسته یا هم نتیجه عمومی را برای دیگران میگه و بحث کلی را میگذاره برای بیمارا که از تجارب خود از اعراض علائم خود در بین گروپ به شکل بسیار واضح در صورتی که راحت باشن بحث داشته باشن. اما تفاوتش در گروپ درمانی در چی است؟ در گروپ درمانی یا هم مشاوره روانی گروهی تنها شخصی که بیشترین نقش را داره و گوینده هست، آموزش دهنده است، روان درمانگر است و بیمارا شنونده می باشند. دو تا تفاوت بسیار عمده در ایاه است. یک این که تعدادش مد نظر میگیریم 6 الی 12 نفر باشه. تفاوت عمده ای که در اینجا هست، در مشاوره گروپی بیشتر مریضان میگن شما میشنوین، در اخیر جمع‌بندی کرده و دوباره بازگو میکنین یا فیدبک میدین، و در مشاوره گروه درمانی یا هم مشاوره روانی گروهی بیشتر مشاور یا کانسلر یا فرد مسلکی میگن، مریضا میشنون. یعنی بحث بیشتر یا فوکس بیشتر روی آموزش دادن در گروهی یا گروپ درمانی هست، اما در مبحث گروهی شنونده بیشتر. زمان در این جلسات چقدر است؟ اگر کسی از شما سوال میپرسه یک مشاوره گروهی مؤثر چقدر زمان نیاز داره از دید مسلکی؟ بین 60 90 الی 120 دقیقه. استاندارد بین المللیش میگن 90 الی 120 دقیقه یک مشاوره گروهی باشه از ابتدا تا انتهاش، اما شما میتونین بین 60 دقیقه هم در صورتی که افراد گروه مقاومت ایجاد بکنن و یا هم ناراحت کننده باشه برشان گروه یا هم در جریان بیان احساساتشان دچار ابراز عواطف ناخوشایند شوند یا راحت نباشن، میتونن در 60 دقیقه هم ترک بکنن. اما استانداردها و معیارات بین المللی میگه در یک جلسه گروهی یا هم گروپ درمانی به شکل مسلکی شما بین 90 الی 120 دقیقه زمان مد نظر بگیرین. دفعات یا هم تعداد جلساتی را که شما گروپ درمانی میکنین برای یک گروپ خاص تا درمانتون موثر باشه از دید مسلکی بین 8 جلسه الی 20 جلسه شما مد نظر بگیرین، نه کمتر نه بیشتر. 8 الی 20 جلسه در زمان 90 الی 120 دقیقه.
نوع دیگر از مشاوره که میتونه گروهی و انفرادی هم انجام شود مشاوره خانواده هست که برای خانواده های فعال و غیر فعال در حصه درمان یکی از اعضای خانواده و یا هم تمام خانواده که دچار یک مشکل همسان باشد، چه این مبحث اختلالات روانی باشه، استفاده مواد باشه یا هم اختلال ضد شخصیت اجتماعی باشه، هر آن مشکلی که در یک خانواده ایجاد میشه شما میتونید مشاوره انفرادی تک نفره هم انجام بدین و هم مشاوره فامیلی گروهی که اعضای خانواده در اوج اشتراک داشته باشد. نوع دیگری از کانسولینگ یا هم مشاوره که شما من حیث کارمند مسلکی انجام میدین مشاوره خانوادگی یا هم فامیلی هست که این تعدادش را بین 2 الی 6 نفر هم میتونه از اعضای خانواده اشتراک داشته باشه. زمان 60 الی 90 دقیقه مد نظر گرفته میشه. دفعات یا هم تعداد جلساتی را که باید شما اجرا بکنین بین 8 الی 15 جلسه دارای متغیرهای خاص باید مد نظر بگیرین که در حوزه مسلکی شما مد نظر میگیرین که 8 جلسه بگیره این خانواده درمان بهتر است، 10 15 بیشتر از 15 جلسه مد نظر گرفته نمیشه. مبحث خانواده های فعال و غیر فعال را کوتاه براتون بیان میکنم. گفته خانواده های فعال عبارت است مشخصه های ذیل را داره، فضای محبت آمیز برای اعضای خانوادهشان ایجاد میکنه در صورتی که یکی از اعضای خانوادهشان مشکل داشته باشه میخواد کور درمان بکنه، کمک بکنه در پروسه درمان، مواظبت و یا هم احترام متقابل یا هم بر هم نخوردن نظم خانواده بیشتر محتاط می باشند و نگرانی های خود را ابراز می کنند. ایجاد حفظ و نظم یکی از اصولشان است. نگهداشت موازنه ها، مهارت های حل مشکلات و تصمیم گیری همگی با هم همکارگونه در رفع مشکل کمک می کنند. از مشخصه های خانواده های فعال است. همچنان خانواده های غیر فعال موجودیت معزل را گفته تایید نمی کنند، راجع به مشکلات صحبت نمی کنند. این را که عواطف خیش را به اعضای خانواده ابراز بکنن یا هم با هم دیگر پذیری و همدردی خود را یا هم حس همدلی خود را ابراز بکنن او را نمی آموزن و نمی خواهند بیاموزن. همچنان پاشیده و از هم جدا جدا زندگی میکنن یا هم در زیر یک سقف خانواده سردی های قلبی یا هم در روی عواطفشان بیشتر تاثیرگذار بوده. حس اعتماد در اینها از بین رفته، از جزء مشخصه هایی که برجسته هست در خانواده های غیر فعال مد نظر گرفته میشه. نوع دیگر از مشاوره که ما شما مد نظر میگیریم در یک پروسه کانسلینگ موثر یا هم یک روان درمانگر اجرا میکنه مشاوره تحصیلی و شغلی است. مشاوره تحصیلی چی کار را میکنه؟ کمک به انتخاب رشته یا هم برنامه‌ریزی درسی در ضمن رفع مشکلات آموزشی به یک فردی که نزد شما مراجعه میکنه میتونه داشته باشه و یک کاربرد بسیار خوبش در این عرصه است. مشاوره شغلی چگونه؟ راهنمایی میکنه برای یک فرد که انتخاب مناسب داشته باشه، تغییر مسیر شغلی در عرصه‌ای که میخواد یا کسب درآمدش بیشتر باشه. همچنان مراجع یا هم بیماری که بر شما یا هم یک کسی که نیاز به مشاوره داره زمانی که بر شما مراجعه میکنه مراجع شما را آماده میکنه برای یک مصاحبه یا اینترویو موفق در کسب گرفتن یک وظیفه یا شغل خاص. نوع دیگر از مشاوره بالینی یا کلینیکال سایکولوژی یا هم کلینیکال کانسلینگ هست که پیشبرد جلسات در اینجا بر اساس رویکردهای خاص روان درمانی بر اساس اختلالات درجه بندی میشه و به کار گرفته میشه. تعدادش میتونه یک نفری یا انفرادی باشه، گروهی هم باشه که شامل 5 الی 15 نفر شوه. زمان در این جلسات که مصاحبه بالینی یا هم کانسلینگ بالینی یا کلینیکال سایکوتراپی انجام میشه 60 الی 45 دقیقه مد نظر گرفته میشه. در گروهی در بعضن اگر مشکل بیشتر می باشه میتونین بین 60 الی 90 دقیقه هم نظر بگیرین نظر به نیاز مراجع. تجهیزات گفتیم در ضمن از اینکه ما مشاوره و پروسه کانسلینگ را انجام میدیم نیاز به یک سلسله تجهیزات یا هم امکاناتی داریم که پروسه مشاوره ما را موثرتر بسازه و مداخلات ما را مستقیم‌تر بر مراجع ما نشان بده و اونمو پیامدها یا هم فیدبک مثبت را از درمان خود گرفته باشیم. از جمله فضای فیزیکی مناسب باید مد نظر گرفته شود. یک اتاق خصوصی که دارای عایق باشه، سر صدا یا هم پارازیت صدا در اونجا پخش نشه و به منظور حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از حواس پرتی مسئول باشه برای مراجعان. یک فضای را شما انتخاب میکنین که برای خود مراجع زمانی که داخل میشه هم تغییر روحیه باشه، ذهن و افکارش تغییر بکنه و هم راحت باشه بیمارتان. دیکور آرام بخش یک نقش مهم را در پروسه کانسلینگ داره. استفاده از رنگ‌های ساده،
ملایم باشه، تابلوهایی که جملات انگیزشی و یا هم تغییر افکار را ایجاد بکنه. فرنیچر، مبل فرنیچر یکی از اساسی ترین چیزهایی است که در پروسه کانسلینگ شما نیاز دارین، از جمله چوکی راحت برای مشاور و مراجع، میز کاری کوچک برای نوشتن و یا هم گذاشتن لپتاپتان که یادداشت بکنین، میز چوکی داره که دایره شکل برای مشاوره ازدواج یا گروهی باشد، میزی که مدور باشد، کتابخانه یا هم الماری کوچک کتاب‌هایی که منابع علمی را در پی داشته باشه، در صورت نیاز از او استفاده کرده بتونین و یا هم برای بیمارتان در جهت تغییر افکار یا هم ذهنیت سازیشان برشان مشوره بدین یا هم برشان توصیه های داشته باشین که از این انواع کتاب های مفیده استفاده بکنن. ابزار مستندسازی شما نیاز دارین، ابزاری که شما را کمک میکنه در درمان بهتر و نکات مثبت، اعراض، علائم را بیمار را تا نکات منفی یا هر آن ناگفته ها و گفته هایی را که بیمار بر شما انتقال میکنه روی یک سند رسمی، روی یک سند که اعتبار بین المللی و جهانی داشته باشه در اونجا یادداشت بکنین، نکات مثبت را دوباره تبارز بدین و روی نکات منفی در حوزه درمان بیشتر تاکید بکنین. همچنان نرم افزارهای ثبت پرونده یا هم دوسیه ها با استفاده از کامپیوتر یا هم وسایل الکترونیکی شما نیاز دارین که باید در دسترستان باشه و بسیار کمک میکنه شما را در مراجعه بعدی و نیاز بر این است که دوباره شما یک پروسه مکمل کسب اطلاعات، کسب تاریخچه، درمان اختلالات یا هم دریافت اختلالات، مداخلات کم یا بیش شما را دوباره تکرار بکنین. یعنی تا اونمو اندازه که شما مداخله کردین میتونین از او به بعد مداخله داشته باشین و پیشرفت از ثبت و ریکارد کرده باشین. وسایل ارتباطی نیاز است در صورتی که شما میخواین پروسه تعقیب با بیمارتان یا هم پروسه ارزیابی را انجام بدین. وسایلی که امروزه در دسترس من و شما در اجتماع قرار داره از جمله داشتن اینترنت پرسرعت و پایدار، استفاده از لپتاپ یا هم موبایل های هوشمند با کارگیری برنامه های از قبیل واتساپ، تلگرام، گوگل میت یا هر آن وسیله‌ای که شما را با بیمارتان ارتباط میده و میتونین از هر لحظه از او با خبر باشین و در جهت تصمیم گیری های مثبت و تغییر رفتارش کمک بکنین، چه در ساحه کنترل شده باشه چه بیرون از ساحه در اجتماع باشه، یا شما را کمک میکنه که باید قابل دسترس شما باشه و یکی از اصول اساسی انجام یک مشاوره موثر است. همچنان امکانات جانبی و تکمیلی از جمله داشتن آب نوشیدنی، جوس شما را کمک میکنه در صورتی که نیاز باشه نظر به درخواست مراجعتان. اگر خوراکی از شما درخواست میکنه در زمانی که برای شما احساسات خود بیان میکنه ممکن در حصه حلقومشان یک سلسله مشکلات ایجاد شود، خشکی را ایجاد بکنه یا هم حس ناراحتی بکنه. با گذاشتن یک گلاس آب میتونن حس اعتماد یا هم احترام را بر مراجعتان بیشتر بسازین و این کمک میکنه. همچنان جوس و یا هم مواد خوراکی دیگه که جنبه تشویقی را داشته باشه بر مراجع. دستمال کاغذی مخصوصا در مشاوره انفرادی در زمانی که بیان احساسات میشه ممکن مراجعتان یک حالات گیریه و یا هم حالات احساسی دیگر بر شما بیان کنه. توش پیپر یا هم دستمال کاغذی نیاز میشه، باید باشه. ساعت دیواری یا هم رومیزی که از حدود مسلکی زمان نباید بیشتر تجاوز کنیم یا هم کمتر. تابلوهای هدایات و یا هم اطلاع رسانی در صورت نیاز. الزامات اخلاقی، هر آن چیزی که شما برای مراجعتان انجام میدین روی اصول اخلاق طبابت باشه و یک سلسله قواعد و اصول را بین مریض و خود باید بگذارین، چون مشاورهتان باید مسلکی، مؤثر و کارآمد باشه. او الزامات اخلاقی یا هم باندریز و یا هم کد آف اتیکس طبابت کدام چیزها است؟ خانه‌پوری و موجودیت فرم رضایت نامه مراجع، زمانی که بیمار بر شما مراجعه میکنه جبری یا هم اکراه نباشه او به خواست خودش باشه و هدفش تغییر و بهبودی باشه. راهنمای حفظ حریم خصوصی و همچنان رازداری مراجع که برش باید بازگو شود قبل از اینکه جلسه آغاز شود، باید برش گفته شود هر آن مطلبی که بین من و تو، من روان درمانگر و توی مراجع که برای من مراجعه کردی، هر آن گفته هایی را که اینجا تبادل نظر میشه، مشوره‌ای که انجام میشه، خوب و بدهایی که خودت میگی اینجا محفوظ است و من حیث یک راست تا ابد باقی میمانه و با هیچ کسی، هیچ ارگان و هیچ مرجعی، حتی خانواده و نزدیکای شریک ساخته نمیشه. کدهای اخلاقی مشاوره و روان درمانی در ساحه دید مراجع و روان درمانگر و همچنان فردی که شامل یک گروه است یا هم در جریان انجام پروسه مشاوره باید
چی شده باشه، نصب شده باشه و قابل مشاهده و خوانش باشه تا حس اعتماد یا حس راحت بودن را در مراجعین بیشتر بسازه. در زمانی که شما پروسه مشاوره یا رواندرمانی را انجام میدین، یک سلسله مهارت ها را مشاور باید بر عهده داشته باشه یا هم در خود داشته باشه. از جمله صمیمیت و همدلی یک اصل بسیار مهم در یک رواندرمانگر خوب است که شما حس صمیمیت و همدلی را در خود داشته باشین، توجه مثبت و احترام را نسبت به مراجع خود داشته باشین، یعنی مراجع در هر حالتی که بر شما مراجعه میکنه قابل قبول باشه و نمو وضعیت از او را شما تصمیم گیرنده نباشین، قضاوت کننده نباشین و غیر قابل پذیرش نباشین. و زمانی که مراجع بر شما رجعت میکنه یا میای نزدتان، شما با جبین باز و گشاده با یک لبخند هر حالتی را که داره، ولو که خوب است یا بد است، شما مورد تاییدتان، مورد توجه مثبت و احترامتان باید قرار بگیره. بحث دیگه یا اصل دیگه که یک مشاور یا رواندرمانگر خوب باید در خود داشته باشه توانایی‌های شخصی است. این در حوزه تحصیلی باشه، تعلیمی باشه، مهارت‌های شخصی و فردی باشه، مهارت‌های درمانی باشه، استفاده از استانداردهای بین‌المللی، هر آن چیزی که در تصورتان میگرده در حوزه درمان شامل توانایی‌های شخصی یک مشاور یا رواندرمانگر خوب است. یک اصل است در پروسه مشاوره. باید یک رواندرمانگر خوب اینمی صفات را بر خود داشته باشه. بحث دیگه صداقت یا اصالت است. شما نسبت به مراجعتان و مراجعتان نسبت بر شما باید یک صداقت یا تعهد در حوزه درمان داشته باشه و مراجعتان در حوزه تغییر از گفته‌هایتان باید عمل بکنه و رفتار خود را باید تغییر بده. فوریت یا عاجل، در مبحث فوریت یا عاجل هر آن چیزی را که مراجعتان ترجیح میده در اولین اشتراکش و یا هم در اولین خواسته هایش شما فوریت بونمونجا میتین و اولین مداخله در همونجا داشته باشین، نه این که تصمیم گیرنده شما باشین یا هم درجه بندی بیماری را که شما میکنین از طرف خود قضاوت کننده باشین، در مو حوزه مداخله کنین. این یک اشتباه رایج مشاوره هست. شما فوریت یا عاجل را نظر به خواست مراجع مد نظر بگیرید. همچنان هشدارهای دیگر که جدی هستند یک مشاور و یک رواندرمانگر باید مد نظر بگیرد در صورتی که همچون اشتباهاتی را مرتکب میشه، پروسه مشاوره یا کانسولینگ دچار ایجاد مشکل شده و بر مشکل برمیخوره و در ضمن موثریت بر مراجع خود نخواهد داشت، حس احترام از بین میره، بندیریزهای اخلاقی از بین میره و انجام همچون اعمال خلاف منجر به این میشه که شما یک پروسه ناکام را داشته باشید، در ضمن منابع مصرف شود و درمانتان بی نتیجه باشه. از جمله چیزهای یا هم مواردی که شما هشدار مد نظر باید بگیرین و نباید انجام بدین، فاصله میان مراجع و رواندرمانگر است که باید حداقل 1 الی 2 متر مد نظر گرفته شود. گوش و گوش دهید. من حیث یک رواندرمانگر خوب دومین اصل یا دومین هشدار ای است که شما بی توجه نباشین. بر گفته های مراجع ولو که خوب باشه یا بد باشه شما گوش میدین و در جریان گوش دادنتان نکات مهم و اساسی را که در کسب تاریخچه یا هم درمان اختلال و یا هم شناسایی اختلال شما را کمک میکنه یادداشت بکنید. اصل سوم از بی‌توجهی و کم توجهی بپرهیزید. من حیث یک کارمند مسلکی احترام متقابل و پذیرش مراجع در اوضاع آشفته را مد نظر گرفته و احترام متقابل را از بین نبرین و همیشه مد نظر بگیرین. بحث پنجم یا مهم دیگر ای است که همیشه در هنگام جلسات نزدیک به دروازه باشین. چرا؟ در صورتی که احساسات بیان میشه ممکن یک شاک نوعی از اختلال پرخاشگرانه در وجود فرد باشه، بر شما حمله بکنه یا هم در زمانی که گفته ها را بر شما میگه همین احساساتی را که بروز میدن بیمار احساساتی میشه، وحشت میکنه و نیازمند از این هست که فضا راحت تر باشه. شما من حیث یک کارمند مسلکی در صورتی که اختلال بیمارتان بیشتر می باشه، مخصوصا در مریض هایی که سایکوز هستن یا هم در سرحد شدید مانیا هستن، شما بیشتر کوشش بکنین که در حالات بحرانی نزدیک به دروازه باشین، فاصله خود را نسبت به مریض حفظ بکنین. از پرحرفی بپرهیزید در جلسات. یکی از اصول مهم یا هشدارهای مهم دیگر برای یک رواندرمانگر خوب است. شماره 7 میان حرف مراجع نپرید. حرف مراجع را قطع نکنید. از ابتدا تا انتها بشنوین، در اخیر شما حرفای خود را نظر به نوبت بگویید. اصل 8 تصمیم گیرنده و قضاوت کننده من حیث یک کارمند مسلکی نباشید. اصل 9 احساسی عاطفی برخورد نکنید و حدود مسلکی را در یک مشاوره مسلکی حفظ بکنید. از زبان اشاره برای همدلی و تایید گفته‌های بیمار استفاده کنید. مبحث 11 یا هشدار 11 همدلی را با همدردی اشتباه نگیرید.
مبحث 12 خارج از مسائل مسلکی از بیمار توقعات نداشته باشید. 13 از افراط در سخن و پرحرفی بپرهیزید. 14 در صورت ایجاد معضل غیر قابل کنترل شما میتونین در صورتی که میبینین که دیگر مشاوره شما مؤثر نیست، اما حدود مسلکی از بین میره و بیمار نسبت به درمانگر خود اعتماد نداره، شما میتونین ارجاع بکنین یا هم بیمارتون را به یک درمانگر دیگر یا هم با یک تیم دخیلی که در تداوی شما را کمک میکنه بیمار را ریفر یا ارجاع بکنین تا پروسه تداوی شما مختل نشه و درمانتان بی نتیجه نباشه. کار 15 را، هشدار 15 را که باید یک روان درمانگر مد نظر بگیره، از استفاده نمودن کلمات، لغات یا هم اصطلاحات مغلق که عام فهم نباشه در جریان جلساتتان استفاده نکنید. از نظر خیش اهداف مراجع را تعیین نکنید، یعنی تصمیم گیرنده خودشان هستند که چگونه اهداف را تعیین میکنند. تنبیه و تشویق را فراموش نکنید، هر دو یک اصل است. مستندسازی و عملکردهای مبتنی بر شواهد را فراموش نکنید. ارزیابی دوامدار و ارتباط سالم چه در سیستم درمان چه بعد از او که پروسه تعقیب است با مراجع خود حفظ بکنید و از یاد نبرید. متعهد بر اصول اخلاق طبابت و همچنان مراجعتان را نیز از این اصول آگاه بسازید و تعهد داشته باشید. تون صدایتان را مد نظر بگیرید، ارتباط چشمی را فراموش نکنید، همچنان در صورتی که مطابق با فرهنگ ها باشه و مشکل ایجاد نکنه دست دادن را فراموش نکنید. موافق سربلند باشید، سبز باشید. امیدوار هستم از این جلسه معلوماتی مزایای مفید آن را به کار برده و در حوزه درمان بیمارانتان یک کمک بسزایی داشته باشه. تا درود بعد بدرود، سبز و شاداب و خرم باشید.